اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. بحثی که در این دهه آغاز کردیم و به لطف پروردگار تا امروز که روز نهم این بحث هست پیش آمدیم، تدبر در خطبه شریف و نورانی قدیر هست. خطبه ای که محور اصلی و جهت اصلی مطالبش اخذ بیعت از امت مسلمان برای جانشینان برحق رسول مکرم اسلام، یعنی ائمه هدا علیهم السلام، از مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام تا وجود زیجود امام زمان حضرت حجت ابن الحسن علیه آلاف التحیة و الثناء. بیعتی که اگر از این بیعت تخلف نمیشد و مردم بر این بیعت از خودشون پایداری نشون میدادند، تاریخ اسلام به گونه دیگر رقم میخورد و این اندازه در تحقق هدف از بعثت پیغمبر اکرم تأخیر نمی افتاد. امروز به سال قمری بیش از 1400 ساله که از بعثت پیغمبر اکرم میگذره و تا این اندازه تأخیر در تحقق هدف از بعثت اون بزرگوار که برپایی عدالت مطلق در پرتو توحید مطلق در جهان هست، محصول بی‌توجهی و بی‌عنایتی و بی‌رغبتی مردم به این بیعت مهم و راهبردی است که در روز قدیر، در منطقه قدیر، در حجة الوداع از مردم گرفته شد. چاره ای هم برای جبران این مافات وجود نداره جز برگشتن به این بیعت، جز توبه از بیعت شکنی. روزهای اول عرض کردم، الان میخوام بازم اشاره کنم، این توبه فقط مال کسانی نیست که خودشون در جنایت بیعت شکنی و یا حتی در جنایت عظیم کشتن امام معصوم در کربلا مشارکت مستقیم داشتند. اونها که گرفتار جهنمند، کسانی که مشارکت در اون فاجعه عظیم داشتند که گرفتاران قطعی جهنمند. این توبه مال کسانی است که نسبت به این فاجعه عظیم بی تفاوتند، خنثی هستند و این بی تفاوت بودن، خنثی بودن، ساکت بودن خودش گناه بزرگیه. بگیم به ما چه مربوطه؟ ما چه کار داریم؟ هدف از بعثت چه بود؟ ما چه کار داریم؟ برای چی بیعت گرفتن؟ ما چه کار داریم با این بیعت دنبال چی بودن؟ بخوان بی تفاوت از کنار این مسئله مهم بگذرند، اینها هستند که باید توبه کنند. و حتی کسانی که بی تفاوت نبودند ولی به اندازه کافی، به اندازه لازم براشون مهم نبوده مسئله،
مسئله براشون اهمیت داشته ولی نه در درجه اول اهمیت، تا یه قدری براشون مهم بوده. برایند این بی‌تفاوتی ها یا کم توجهی ها شده یک غیبت طولانی که در حقیقت این غیبت از عاشورا آغاز شده. تأخیر بر مسلمین به خاطر اعمال خودشون تحمیل شده، به خاطر اعمال خودشون. امروز در مطالعاتی که داشتم برای مباحث مربوط به مقتل که مقاتل رو ببینم، با مسئله‌ای روبرو شدم که شاید تا به حالم میخوندم خیلی توجه نداشتم بهش، و اون این که بر اثر خطبه های حماسی و هدایتی و انگیزشی سیدالشهدا علیه السلام در روز عاشورا، افراد قابل توجهی از لشکر ابن زیاد لعنت الله علیه از جنگ کناره گرفتند. اون لحظاتی که لحظات واپسین جنگ با سیدالشهدا علیه السلام، عده زیادی رفتند بر فراز تپه ها در اطراف و اکناف ایستادند، نظاره‌گر صحنه هستند. نه فقط نظاره‌گرند بلکه روی تپه ها ایستادند، برای سیدالشهدا علیه السلام دعا میکنند، خدایا کمکش کن، خدایا او را یاری کن، خدایا نصرت خودت را بر او نازل بفرما، در حالی که خودشون حاضر نبودند که به یاری اون حضرت بشتابند. حضرت هل من ناصر میگه، هل من معین میگه، هل من مغیث میگه، اینها میشنوند، دست به دعا بلند میکنند به جای اقدام. یاد برخی از مسائل در زمان و جامعه خودمون افتادم که یک هل من مغیث ها و هل من ناصر هایی بلنده و برخی از ما ترجیح میدیم به دعا بسنده کنیم. دعا بسیار مهمه، به شرطی که با عمل انسان هماهنگ باشه، به شرطی که با قلب انسان و با رفتار انسان بخونه، و الا دعایی که با عمل انسان نخونه به جایی نمیرسه، به هدف اجابت نمیرسه. تو از اقدام برای بیعت با امام و یاری امام سر باز بزنی، کوتاهی کنی و بعد دلت خوش باشه که دعای تو به هدف اجابت خواهد رسید. هاشا و کلا، هاشا و کلا. خب مقدمه رو از این طولانی تر نکنم. پیامبر گرامی اسلام ابتدا 4 مطلب توحیدی را مورد تأکید قرار دادند و در حقیقت با این 4 مطلب توحیدی منبری توحیدی برای ایراد خطبه غراء قدیر ایشون ساختند، یک منبر موحدانه. اون وقت بر فراز این منبر آیه تبلیغ رو خوندند و اعلان کردند که این آیه را خدا به من وحی فرموده و از نگرانی خودشون نسبت به کارشکنی منافقان درباره جانشینی مولا علی علیه السلام خبر دادند. اون وقت اعلام کردند که خدا اراده کرده علی علیه السلام را به امامت و ولایت مطلق بر همه موحدان نصب کنه و این اتفاق رو در غدیر برای همه آشکار کردند و بعد مشخص کردند که فلسفه ولایت حراست از شریعت و چون شریعت پایانی است و تا قیامت تداوم داره، پس ولایت هم به موازات شریعت و برای حراست از شریعت تا روز قیامت تداوم و جریان خواهد داشت و ولایتی که میخواد از شریعت پشتیبانی کند
تکیه به علم الهی ولی الله دارد، علمی که خدا به پیغمبر اکرم عطا فرموده و پیغمبر اکرم اون رو به ولی بعد از خود تعلیم داده و این تعلیم علم الهی سینه به سینه، نفر به نفر در بین ائمه علیهم السلام جریان یافته. حتی در اسناد معتبر تاریخ کربلا هست که سید الشهدا علیه السلام یکی از کارهایی که قبل از رفتن به میدان به عنوان آخرین شهید کربلا، قبل از اینکه به میدان برند، یکی از کارهایی که انجام دادند این بود که رفتند و اون علم امامت را، اون علم الهی را به شکل مستقیم منتقل کردند به حضرت امام سجاد علیه آلاف التحیت و الثنا. و بعد از مسئله اخبار از علم الهی مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیه السلام، پیغمبر اکرم درباره استنکاف و استکبار از ولایت اون حضرت هشدار دادند و مردم را به برتری دادن علی علیه السلام و قبول ایشون دعوت کردند و فرمودند باید ایشون رو برتری بدید چون خدا برتری داده، باید قبول کنید چون خدا نصب کرده. و فرمودند که انکار ولایت مولا علی علیه السلام گناهی است نابخشودنی. و البته در کنار تمام این مسئولیت عظیم به یک جنبه ای از ولایت توجه دادند و اون اینکه حالا خیال نکنید ولایت چون تکلیف و قبول ولایت چون وظیفه و مسئولیته پس یک بار سهمگین سختی است که باید با کراهت حملش کنید. نه، فرمودند این عطیه خداست، این لطف خداست، کرم خداست، احسان خداست، منت خداست. درسته بعضی چیزا مسئولیته ولی عشق باهاش توأمه. الان شما ببینید وقتی ایام محرم میرسه همه ما یک احساس مسئولیتی داریم که دستگاه عزای سید الشهدا علیه السلام به راه باشه. حسینیه ها فعال، هیئت ها فعال، مسجد ها فعال، مؤمنین فعال، مداحان فعال، خادمان فعال، واعظان فعال، همه دارن کار میکنن مسئولانه، بیان که مزد و مواجبی در کار باشه، عاشقانه که این بار برداشته بشه. ولی ببینید در انجام این مسئولیت حس کراهت نیست، با میل، با رغبت، با عشق. پیغمبر اکرم تأکید کردند که اگر ولایت مولا علی علیه السلام یک مسئولیت، فقط یک مسئولیت نیست بلکه یک عطیه و تفضل الهی هم هست. و بعد از این مطلب فرمودند که دشمنی با مولا علی علیه السلام و عدم قبول ولایت اون حضرت موجب لعنت خداست و باید از کوتاهی درباره ایشون پرهیز کرد، چرا که وجود مقدس مولا الموحدین و فرزندان ایشون پس از ایشون مصداق جنب الله هست که انسانها در روز قیامت حسرت خواهند خورد درباره تفریط و کوتاهی درباره جنب الله. بعد به ضرورت تدبر در قرآن اذعان داشتند ولی فرمودند تدبر در قرآن برای نجات کافی نیست. اگر کسی میخواد با قرآن نجات پیدا کنه و از قرآن به معنای احسن تبعیت کنه، علاوه بر تدبر نیازمند تفسیر و تبیین قرآن، متشابهات قرآن باید برای او تفسیر و تبیین بشه و تفسیر و تبیین متشابهات با همین شخصیت بزرگواری است که پیغمبر اکرم فرمود من او را دارم معرفی میکنم در غدیر، همین شخصیت بزرگواری که دست او را گرفتم و او را به شما نشون دادم. و بعد فرمودند فقط این شخصیت بزرگوار نیست که حامی و پشتیبان اتباع از قرآن کریم است، بلکه فرزندان ایشون تا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اینا همه همون ثقل اصغری هستند که ارجاع میدند امت را به ثقل اکبر یعنی قرآن کریم و میتونن قرآن را تفسیر کنند، تبیین کنند و همه را به قرآن کریم ارجاع بدن در مقام اتباع و این دو از هم جدا نخواهند شد تا قیامت.
و پس از اون در مقام اتمام حجت یک فصلی از این خطبه را گویا حضرت اینجا به پایان میبرد. میفرماید بدانید الا و قد ادیت، الا و قد بلغت، الا و قد اسمعت، الا و قد اوضحت، الا و ان الله عز وجل قال و انا قلت عن الله عز وجل الا انه لیس امیر المؤمنین غیر اخی هذا ولا تحل امرة المؤمنین بعدی لأحد غیره ثم ضرب بیده الی عضده فرفعه. این بیان حضرت در این نقطه یک جوری میخواد بگه من اون چرا که خدا بر من تکلیف کرده بود تبلیغ کردم دیگه، اعلام کردم، گفتنی ها را گفتم، من آنچه شرط بلاغ است با شما گفتم. من اینطور میفهمم اینجا که رسیدیم دیگه پیغمبر اکرم بنا به تصریح خودشون هر آنچه را باید درباره ولایت علی علیه السلام و فرزندان ایشون میفرمودند فرمودند، مسئله را به وضوح تبلیغ کردند، با انواع و انحاء بیان تبلیغ کردند. ولی باز هم میبینیم بعد از این دوباره از سر میگیرند، یعنی از اینجا به بعد با وجود این الا که میگه بدانید من تبلیغم رو انجام دادم، بدانید من واضح کردم، بدانید گفتم، بدانید چه و چه، با وجود اینها پیغمبر اکرم هنوز میخواد مطلب رو ادامه بده. 60 فراز داره خطبه قدیر، از این 60 فراز تا اینجا 18 تاش صحبت شده. چرا؟ به خاطر همون مطلبی که در ابتدای خطبه پیغمبر اکرم تأکید کردن، گفتن لعلمی به کثرت المنافقین و قلت المتقین و ادغال الخائنین و ختل الآثمین. چون میدونم من همه اون چرا که باید میگفتم گفتم، ولی میدونم منافق زیاده، میدونم متقی کمه، میدونم دغلکاران دغل میکنند، میدونم گناهکاران خیانت میکنند. لذا حضرت مثل کسی که دلش آرام نگرفته یک بار دیگه میخواد از اول گویا بیان کنه و ببینیم در این دور جدید چطور میخوان این مطلب را باز هم حضرت تبلیغ کنن، چون این یک بار دیگه هم فرود میان، یک بار دیگه هم شروع میکنن. هنوز ما داریم این فرود آمدن و از نو شروع کردن، یه بار دیگه هم اتفاق میفته. حضرت این بار با بیان اوصافی از امامت مولا علی علیه السلام در مقام اتمام حجت بحث رو آغاز میکنه. میگه میخوام یک بار دیگه علی را بهتون معرفی کنم. چیه علی؟ ثم قال معاشر الناس، ای گروه های مردم، هذا علی، این علی است، اخی، برادر من است، و وصی من است، و واعی علمی، و نگهدارنده علم من است. علی اون ظرفی است که علم من در وجود او جایی گرفته. و خلیفتی علی امتی و علی تفسیر کتاب الله عز و جل. علی جانشین من است، هم بر امتم. جانشین بر امت یعنی چی؟ یعنی امام. جانشین من است بر امت من. امت من بعد از من بلا تکلیف نیست، رهبر دارد، امام دارد، علی است. و هم جانشین من است بر تفسیر کتاب الله. چرا این دوتا رو به هم پیوند میزنه؟ فردا نگند بله قبول داریم علی مفسر کتاب الله هست، ولی قبول نداریم حاکم است، قبول نداریم رهبر است، قبول نداریم ولی است. بله مفسر کتاب، از همه عالمتر به کتاب علی است. فرماید علی جانشین من است، هم بر امت من و هم بر تفسیر کتاب خدا عز و جل. و داعی الیه و العامل بما یرضاه. علی دعوت کننده به سوی خداست. علی معبری است که مردم را به سوی خدا دعوت میکند، ولی نه مثل دعوت کنندگانی که دعوت کنند و خود را از یاد ببرند. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم.
که ویژگی ائمه کفر همینه، برای فریب دادن مردم دم از دعوت اونها به صلاح و فلاح میزنند، ولی در عمل طور دیگری جامعه را هدایت میکنند. علی دعوت کننده به سوی خداست و خود عامل به اون چیزی است که خدا را راضی میکند، خدا راضی به آن است. و المحارب لاعدائه والموالی علی طاعته والناهی عن معصیته. علی با دشمنان خدا محارب است، در جنگ با دشمنان خداست، سر سازش با دشمنان خدا فرود نمیاره، تسلیم دشمنان خدا نمیشه. و الموالی علی طاعته، علی بر مبنای طاعت خدا دوستی میورزد. موالات علی با هر کس، با هر حزب، با هر گروه، با هر جریانی بر مبنای طاعت خداست. در قرآن کریم آیه داریم میفرماید که مودت بینکم فی الحیات الدنیا، برخی دوستی هایی که در دنیا و شبکه موالاتی که در دنیا برای خودشون طراحی میکنند اساسش منافع مادیه، اساسش دنیاست. با معیار مادیات و با معیار دنیاگرایی رفقای خود را میچینند، احزاب و گروه های مورد تأیید خود را تشخیص میدن، تعیین میکنن، معرفی میکنن. اما نه، او و الموالی علی طاعته و ناهی عن معصیته. علی کسی است که از معصیت خدا نهی میکند. ببینید حضرت در عین معرفی مولا علی علیه السلام داره ویژگی های امام برحق را میشماره. امام برحق کیه؟ وصایت باید داشته باشه، علم باید داشته باشه، جانشین بر امت تعیین شده از جانب ولی برحق قبلی باید باشه، جانشین بر تفسیر کتاب باید باشه، دعوت کننده به سوی خدا باید باشه، عامل به اون چه خدا به اون راضی است باید باشه، محارب لاعداء الله، موالی علی طاعت الله، ناهی عن معصیت الله باید باشه. خلیفت رسول الله و امیر المؤمنین، علی جانشین رسول خداست، علی امیر مؤمنان است. و الامام الهادی، امام هدایت کننده علی است. و قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین به امر الله. ببینید پیغمبر کی خبر داده از اون چه برای علی اتفاق خواهد افتاد بعد از او، که در نهج البلاغه حضرت فرمود فلما نهضت بالامر، وقتی امر رو من به دست گرفتم، نکتت طائفة و مرقت اخرى و قسط الاخرون. وقتی من امر رو به دست گرفتم گروهی پیمان شکستند، گروهی افراط کردند، تندروی کردند، گروهی ظلم کردند، که به 3 جنگ مهم دوران خلافت علی علیه السلام، جنگ با ناکثین در جمل، جنگ با مارقین در نهروان و جنگ با قاسطین در صفین اشاره فرمود پیغمبر اکرم. اون روز مردم اینها را میشنیدند. خب سپس فرمودند اقول، میگویم، و ما یبدل القول لدی به امر ربی، و سخن نزد من تبدیل نمی شود به امر خدا. ببینید خدا تو قرآن ما یبدل القول لدی را بر خودش به کار برده، ما یبدل القول لدی. حالا پیغمبر اکرم این جمله را برای خود به کار میبرد به امر ربی. اقول، میگویم، حرفم هم عوض نمیشه. و ما یبدل القول لدی به امر ربی. چی میگم؟ اقول اللهم وال من والاه، خدایا هر کس با علی موالات دارد تو با او موالات داشته باش. و عاد من عاداه، خدایا هر کس با علی معادات و دشمنی میکند تو با او دشمنی کن. ولعن من انکره، خدایا هر کس علی را انکار کند لعنتش کن. واغضب علی من جحد حقه، و بر هر کسی که حق علی را انکار کند
منکر حق علی بشود غضب بگیر. اللهم انک انزلت علی ان الامامة بعدی لعلی ولیک. خدایا تو بر من نازل کردی که امامت بعد از من مال علی است بعد از من. عند تبیانی ذلک و نسبی ایاه بما اکملت لعبادک من دینهم و اتممت علیهم بنعمتک و رضیت لهم الاسلام دینا فقلت و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین. آیه‌ای که حضرت زهرا هم در خطبه فدکیه بهش استشهاد کرد. خدایا وقتی من داشتم تبیان میکردم، بیان میکردم ولایت علی را و وقتی او را نسب میکردم به عنوان امام بعد از خودم، به سبب اکمال دینی که برای بندگانت داشتی، اشاره به آیه اکمال دین، و به سبب اتمام نعمتی که بر بندگانت داشتی و به سبب رضایتی که به اسلام به عنوان دین برای بندگانت دادی، من به خاطر اینا داشتم علی را نسب میکردم که تو گفتی. یعنی یک بار خدا این آیه را به یاد پیغمبر انداخته. کجا؟ در جریان نسب مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه آلاف التحیة و الثنا. چه فرمودی خدایا؟ گفتی و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. اسلامی که با ولایت به کمال خود رسید، اسلامی که با پاسداری از شریعت و با تکیه بر ولایت و با نفی ولایت و ریاست و سرپرستی کفار به کمال خودش رسید و بقا یافت و تو به اون اسلام راضی شدی، خدایا فرمودی هر کس غیر از این اسلام دینی برگزیند فلن یقبل منه. یعنی فردا نگید ما مسلمانیم بی ولایت علی، فردا نگید ما مسلمانیم بدون قبول امامت بر حق مولا الموحدین و فرزندان معصوم او. و من یبتغی غیر الاسلام دینا، این اسلام، فلن یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین. اللهم انی اشهدک، خدای تو را شاهد میگیرم، و کفا بک شهیدا انی قد بلغت، و تو به عنوان شاهد کافی هستی که من اون چرا باید به این مردم میگفتم گفتم، تبلیغ کردم. در این دور جدید و بعد از بیان اوصاف مولا الموحدین علی علیه السلام و دعا برای موالیان اون حضرت و نفرین به معادیان اون حضرت، در فراز 20 پیغمبر اکرم میفرماید هر کس امامت او و اولاد معصومش را قبول نکند، عملش در دنیا، عملی که در دنیا انجام داده تو قیامت حبته. فرمودن معاشر الناس، ای مردم، انما اکمل الله عز وجل دینکم به امامته. مردم، خدا به امامت علی دینش را کامل کرد برای شما. فمن لم یأتم بهی و من یقوم مقامه من ولدی من صلبه الی یوم القیامه، تا روز قیامت هر کس اعتمام به علی نکند، امامت علی را نپذیرد و یا امامت جانشینان علی از فرزندان مرا نپذیرد، فرزندان من از صلب علی، که حالا بعدم خود پیغمبر اینو شرح میده، هر کس امامت او را نپذیرد و یا امامت جانشینان او از فرزندان من از صلب علی را نپذیرد تا روز قیامت و تا روز عرض علی الله، الی یوم القیامت و العرض علی الله عز وجل، بدانید فاولئک الذین حبطت اعمالهم. آیه قرآن خوندن، اونا کسانی هستند که اعمالشون حبط میشه. و فی النار هم خالدون لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون. در عذاب جهنم جاودان خواهند بود و عذاب از اونها تخفیف داده نمی شود و به اونها مهلت داده نخواهد شد. دقت کنید اینجا من نکته ای رو عرض بکنم.
چطور میشه که عدم قبول ولایت موجب حبط عمله؟ آیا این مطلب را پیغمبر اکرم فقط فرمودن یا ریشه در قرآن داره؟ قطعا ریشه در قرآن داره. شاهد قرآنی سوره حجراته. در سوره حجرات خدا خطاب به مردم میگه یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. مردم از خدا پیغمبر جلو نیفتید، جلوتر از خدا پیغمبر حکم ندید، جلوتر از خدا پیغمبر اعمال حکم نکنید، حکومت نکنید. و اتقوا الله، تقوای الهی در این باره پیشه کنید. ان الله سمیع علیم، خدا شنوای داناست. بعد فرمودن یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداهاتون رو از صدای پیغمبر بالاتر نبرید. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اونطوری که با هم حرف میزنید صداهاتون بلنده، اونطوری با پیغمبر حرف نزنید. چرا؟ ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون. مردم میدونید اگه صداتون از صدای پیغمبر بالاتر بره چی میشه؟ میدونید اگر صدای شما با پیغمبر برابر بشه چی میشه؟ قرآن کریم سوره حجرات میگه اعمالتون حبط میشه، باطل میشه. نماز به دردت نمیخوره، روزه میگیری به دردت نمیخوره، انفاق میکنی به دردت نمیخوره، هر عمل خیری میخوای انجام بدی به کارت نمیاد. چرا؟ چرا؟ چون اگر یاد گرفتید که صدا رو صدای پیغمبر ببرید، اگر یاد گرفتید پیغمبر رو یکی مثل خودتون بدونید، فردا اون جایی که باید اطاعت کنید، اون جایی که باید پشت سر پیغمبر وایسید نخواهید توانست. به خاطر عدم رعایت فرهنگ ولایت پذیری، به خاطر عدم رعایت فرهنگ اطاعت، خدا میفرماید عمل حبط میشه. چه رسد به خاطر نفی ولایت. شما ادب ولایت را رعایت نکنی، عملت حبط است، عملت باطل است، چون داری کمک میکنی به جریان ضد ولایت با مدل عمل کردت. چه رسد به این که بخوای ولایت را انکار کنی. اگر ولایت در جامعه تضعیف شد، این جامعه به قهقرا میره، این جامعه بدبخت میشه، این کشتی غرق میشه. مسئله خطیره، مسئله شوخی بردار نیست. شما ببینید وقتی که یک حرکتی خطیر باشه چقدر مراقبت از سکاندار اون حرکت مهم میشه. شما نگاه کنید در اتومبیل راننده را در یک اتاقک نمیذارن. چرا؟ چون اونقدری که باید خطیر نیست. حالا اگر یه دستی بهش خورد، حالا اگر یه صدایی از جانب مسافران به گوشش رسید، مساوی با خطر نیست، عادیه. راننده هم یه صندلی داره، بقیه هم همینطور. اگر برید نگاه بکنید، اما در قطار وضعیت فرق میکنه. یه اتاقکی وجود داره. در هواپیما دیگه وضعیت فرق میکنه. خلبان و کمک خلبان و محافظ و کادر امنیتی که اجازه ندند هیچ سر و صدایی، هیچ مسئله‌ای از داخل هواپیما بخواد باعث پرت شدن حواس خلبان بشه. چرا؟ چون خیلی خطیره. کاری که او داره میکنه خیلی مهمه. نه کسی به راحتی به خلبانی انتخاب میشه، نه به راحتی اجازه میدن به همین راحتی هر کس به خلبان دسترسی پیدا کنه که. خب یک حریمی دارد، یک آدابی دارد. خب مسئله ولایت مسئله سکانداری جامعه است. او داره یک جامعه اسلامی را به سمت اهدافش حرکت میده. اینجا فرهنگ ولایت پذیری مهم است تا چه رسد به خود ولایت پذیری. بعد حضرت بار دیگر
میخوان تأکید کنن بر اینکه علی علیه السلام از همه کس به خدا و به پیغمبرش نزدیکتره و بیش از همه کس مورد رضایت خدا و پیغمبره. با این بیان معاشر الناس هذا علی، این علی است، انصرکم لی، از همه شما بیشتر مرا یاری کرده، یارترین شما، یاورترین شما برای من اوست. و احقکم بی، بیش از همه شما به من سزاواره. و اقربکم الی، داره کدها میده، کدهایی میده که بدانی در هر زمان ولی امر بعدی چه ویژگی هایی دارد در کنار ولی امر قبل از خودش. چه کسی بیش از همه سزاوار ولایت است بعد از ولی امر حاضر. و اعزکم علی، بیش از همه برای علی مهم بود که بر من غلبه ای به دست نیاید، کسی بر من غلبه نکنه، کسی راه نفوذ به دستگاه حکومتی منو پیدا نکنه، نفوذ باطل را راهشو سد میکرد، میبست. اعزکم علی والله عز و جل و انا عنه راضیان، خدای عز و جل و من از علی راضی هستیم. و ما نزلت آیت رضا الا فیه. آقا علی شناسی قرآنی، کی میخواد علی شناسی قرآنی کد بگیره؟ میخوایم علی را در قرآن بشناسیم، پیغمبر داره کلید میده. و ما نزلت آیت رضا الا فیه، هیچ آیه‌ای که حکایت از رضایت خدا بکند نازل نشد مگر درباره علی. یعنی بارزترین مصداقی که خدا از او راضی بوده و آیات رضایت خدا تو قرآن درباره او نازل شده علی است. و ما خاطب الله الذین آمنوا الا بدأ به، هیچ جا خدا نگفت یا ایها الذین آمنوا الا در رأس مؤمنان علی در نظر خدا بود. ولا نزلت آیت مدح فی القرآن الا فیه، هیچ آیه مدحی تو قرآن نیامد جز درباره علی. ولا شهد بالجنة فی هل اتی علی الانسان الا له، در سوره هل اتی خدا شهادت به جنت نداد مگر برای علی. ولا انزلها فی سواه، مردم خدا هل اتی را جز درباره علی نازل نکرد. ولا مدح بها غیره، مردم خدا با هل اتی جز علی را مدح نکرد. باز در دور بعدی دور دیگری از صفات حضرت را که ناصر دین خداست، مدافع رسول خداست. معاشر الناس، مردم، هو ناصر دین الله. اگر میگم انصرکم لی، ناصر دین الله، او ناصر دین خداست. و المجادل عن رسول الله، او کسی است که در دفاع از پیغمبر بارها به جدال احسن پرداخته. و هو تقی، او با تقواست. النقی، او پاکیزه است. الهادی، او هدایتگر است. المهدی، او هدایت یافته است. نبیکم خیر نبی، مردم پیغمبرتون بهترین پیغمبر است. و وصیکم خیر وصی، و وصی شما هم بهترین وصیه. چرا پیغمبرتون بهترین باشد اما وصیش نه؟ چرا کسانی را که از علی پایین تر بودند بر او ترجیح بدید؟ نبیکم خیر نبی و وصیکم خیر وصی و بنوه خیر الاوصیا، پسران علی بهترین اوصیا هستند. مردم بدانید این علی پدر فرزندان من است، پدر ذریه من است. معاشر الناس، ذریت کل نبی من صلبه، هر پیغمبری ذریه‌اش از صلب خودش بودند، از پسران او
نسلش تداوم یافته، ذریه او تداوم یافته. و ذریتی من صلب علی، ذریه من از صلب علی تداوم یافته. یعنی علی نفس منه، علی خود منه، علی جان منه، هستی منه، پدر فرزندان من علی است. به خاطر همین تمام فرزندان علی علیه السلام را یبن رسول الله صدا می کردن، نمی گفتن یبن علی یبن ابی طالب. یبن رسول الله یبن فاطمه الزهرا صدا می کردند. مردم، من علی را تعریف کردم براتون و از شما میخوام به علی حسادت نورزید. حسادت به علی منجر به خسارت خودتونه. معاشر الناس، ان ابلیس اخرج آدم من الجنة بالحسد. مردم میدونید ابلیس آدم را از جنت به واسطه چی اخراج کرد؟ به واسطه حسد. اینجا حسد به ابلیس منظور نیست. ابلیس گناهش تکبر و حسد هست، اما اینجا مطلب اینه که آدم را با حسد از جنت اخراج کرد. آقا شنیدید جریان لا تقربا هذه الشجره؟ این شجره چه بود؟ ما در سوره مبارکه بقره در تدبر گفتیم هذه الشجره، الشجره تو قرآن کریم اگر کسی مطالعه کنه شجره طیبه ولایت و امامته که بیعت از مردم برای پیغمبر تحت شجره گرفته شده. شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء در مقابل شجره ملعونه است. شجره ملعونه شجره ائمه کفره و شجره طیبه شجره سلسله جلیله انبیا و اولیا و اوصیاست. آدم علیه السلام را خدا خلق کرد، در جنت اسکان داد. بناء خدا بر این بود آدم را تعلیمات لازم به آدم را بدهد تا سزاوار کسب مقام چی بشه؟ خلافت اللهی بشه. آدم بنا بود به این شجره برسد، ولی نه با طمع، ولی نه با حسد. بنا بود به این شجره برسد با تعلم اسماء. ابلیس لعنت الله علیه آمد آدم را فریب داد. شخصیت هایی را که به اون شجره رسیده اند در طول تاریخ، چه کسانی اهل این شجره خواهند بود، به اون نشون داد. بی آنکه آدم شایستگی لازم را کسب کرده باشه دست به سمت شجره دراز کرد. در وجود آدم حسد را برانگیخت، دست به سمت شجره دراز کرد، باعث اخراجش از جنت شد. و وقتی خدا توبه آدم رو پذیرفت، توبه چطور پذیرفته شد؟ با علم آدم الاسماء از یک سو، تلقا آدم من ربه کلمات از سوی دیگر، آدم سزاوار شجره خلافت شد. اون وقت در حقیقت توبه به کمال خودش رسید. مردم، این شجره شجره ای نیست کسی به سمتش اینطور دست دراز کنه بی لیاقت، بی تعلیم و تعلم اسما. این شجره شجره خاصه، دست دراز نکنید. ان ابلیس اخرج آدم من الجنة بالحسد فلا تحسدوه. شما به علی حسد نورزید، دست به شجره ببرید. فتحبط اعمالکم و تزل اقدامکم، که اعمالتون حبط بشه، اقدامتون بلرزه. فان آدم اهبط الى الارض لخطیئة واحده و هو صفوة الله عز وجل. به خاطر همین خطا که یک خطا بیشتر نبود، آدم احباط به زمین کرد. آدمی که صفوة الله بود. و کیف بکم و انتم، شما کجا، آدم کجا؟ آدم صفوة الله عجله کرد، دست به شجره برد، حسد در وجودش برانگیخته شد، به زمین هبوط کرد.
اون وقت شماهایی که اینید، شما همچین اشتباهی نکنید. و کیف بکم و انتم و منکم اعداء الله، شما کسانی هستید که در بین شما دشمنان خدا هستند. انه، مردم بدانید، لا یبغض علیا الا شقی، جز شقاوتمند کسی بغض علی در وجودش جای نمیگیرد. ولا یتوالا علیا الا تقی، بدانید در موالات علی قرار نمیگیرد جز با تقوا. ولا یؤمن به الا مؤمن مخلص، جز مؤمن با اخلاص کسی به علی ایمان نمی آورد. و فی علی والله نزلت سورة والعصر، مردم به خدا سوره والعصر درباره علی نازل شد. بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقتی میگه نزل فی علی یعنی چی؟ یعنی بدانید قسم به زمان که ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا به علی. این ایمان کمال دین به ولایته، کمال دین به امامته، به قبول رهبری انسان کامله، به قبول خلافت اللهی انسان کامله. کمال دین به اینه. و عمل الصالحات، به تفسیر و تبیین ولایت، به تفسیر و تبیین علی. و تواصوا بالحق درباره علی، و تواصوا بالصبر درباره علی. اون تطبیق نهایی دین در ولایت نمود پیدا میکنه، ظهور و بروز پیدا میکنه. باز اینجا خدا را شاهد میگیرد. خدایا معاشر الناس قد استشهدت الله، مردم خدا را شاهد میگیرم. و بلغتکم رسالتی، و رسالتم را به شما تبلیغ کردم، اون چه باید میگفتم به شما گفتم. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. خدا خودش در قرآن فرمود پیغمبر مسئولیتی جز بلاغ مبین، جز رسوندن آشکار ندارد. چقدر پیغمبر اکرم تبلیغ رسا و گویایی درباره ولایت و امامت کرد، چقدر اقرار گرفت، چقدر اعتراف گرفت، چقدر خدا را شاهد گرفت. به انحاء بیان هنوز ما در نیمه راه خطبه هستیم، هنوز در نیمه راه خطبه هستیم، هنوز بحث ادامه داره، هنوز پیغمبر با امت کار داره. انسان وقتی اندیشه میکنه چه گذشت بر این جامعه، چه پیش آمد برای این مردم، چطور شیطان لعنت الله علیه، ابلیس لعنت الله علیه، چطور عزم خودش را جزم کرد که امت مسلمان را از صراط مستقیم خارج کنه، چطور عزم خودش را جزم کرد که امت مسلمان را دور گوساله سامری جمع کنه، چطور عزم خودش را جزم کرد که هارون پیغمبر را مورد ظلم قرار بده. سنگ بنای فاسدی گذاشته شد بعد پیغمبر اکرم که البته بسترهاش در دوران حیات پیغمبر اکرم مهیا شده بود. شاهدش سوره تحریمه، شاهدش سوره مائده است. توطئه ها
در زمان حیات پیغمبر شکل گرفته بود. دل طماعان آماده بود که به محض رحلت پیغمبر اکرم اسلام رو از مسیرش منحرف کنند و اراده خدا هم بر این تعلق نگرفته که مردمی را به اکراه و به جبر و به زور هدایت کنه. اراده خدا بر این تعلق نگرفته. صبر خدا زیاده. چقدر باید بگذره تا ما بفهمیم مهمترین خلأ ما چیه؟ ما امروز مهمترین خلأمون برای هدایت و کمال خلأ حضور مستقیم هادیانه امام معصومه که این خلأ نتیجه بیرغبتی ما به کتاب الله، نتیجه بی‌توجهی ما به کتاب الله. بر این امت روزگاری گذشت، به علی علیه السلام ظلم شد. بله، ظلم شد به این معنا که با او بیعت نشد. ظلم شد به این معنا که با او بیعت کردند ولی در فاصله کوتاهی بیعت با او را شکستند. به امام حسن مجتبی علیه السلام ظلم شد. بله، به این معنا ظلم شد که بیش از چند صباحی ولایت او را تحمل نکردند و او را تنها گذاشتند. ولی چه ظلمی در حق حسین شد، چه ظلمی در حق سید الشهدا شد. برید بخوانید در کلمات سید الشهدا در روز عاشورا. حضرت با آه و ناله خطاب به این مردم میگه شما شمشیرهایی را که در پیمان ما بود قسم خورده بودید برای ما از غلاف بیرون بکشید، با همین شمشیرها ما را کشتید. این چه جنایتی است؟ ابعاد این جنایت هنوز روشن نیست، عمق این جنایت هنوز معلوم نیست. این چه جنایتی است که امام زمان علیه السلام خطاب به جد غریبش می‌فرماید ای جد غریبم حسین، روزها و شبها بر مصیبت تو گریه می‌کنم و اگر اشک چشمانم پایان یابد بر مصیبت تو خون می‌گریم. این چه داغ عظیمی است. از امام صادق علیه السلام روایته که وقتی حسین علیه السلام رو در کربلا به شهادت رسوندند، ملائکه به پروردگار عرضه داشتند خدایا این حسین بود، پسر پیغمبرت، خلیفت الله، انسان کامل. دعوتش کردند، از آب هم مضایقه کرد، او رو اینطور به شهادت رسوندن. خدا چطور صبرت میاد؟ که در اون لحظه طبق روایت امام صادق علیه السلام خدا چهره حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را به این ملائکه نشون داد. گفت من به واسطه این شخصیت انتقام او را خواهم گرفت، صبر کنید. ملائکه منتظرند، ملائکه منتظرند والله، آسمان منتظر والله، زمین منتظر والله، خورشید و ماه منتظرند، ستاره ها منتظرند. چه شد عالم به هم نخورد؟ چه شد زمین اهل خود را نبلعید؟ چه شد آسمان مردم را نرو بود؟ چه شد خورشید و ماه جمع نشد؟ نقل کردند که به محض شهادت حسین، این رو گفتن، دیدن این مطلب را در لحوف نوشته، به محض شهادت حسین دیدن طوفانی به پا خواست، تندباد قرمزی در وسط این طوفان، ابرهای سیاه دیده شد،
باور کردند که عذاب خدا الان میرسه و همه را نابود میکنه، ولی خدا صبر کرد، خدا عذاب رو برگردوند. به خدا خودش منتظر انتقام حسین. همه رفتند که حسین نرود، حتی دم آخر علی اصغر هم رفت که حسین نرود، حسین بماند. نمیدونم چه گذشت وقتی که آقا میخواست حرکت کنه، نمیدونم چطور ودا کرد، چطور دخترانش دل کردن، خواهرش زینب چطور دل کرد، نمیدانم چطور بچه ها رو از پر و پای اون اسب کنار کشیدن که اسب حرکت کنه. قال الراوی ثم ان الحسین دعا الناس الى البراز فلم يزل يقتل كل من برز الیه حتی قتل منهم مقتلة عظیمه. حسین مردم رو دعوت به جنگ کرد. هر که با حسین روبرو شد، حسین او را به درک واصل کرد. هر که با حسین روبرو شد، قتلی عظیم، قتالی عظیم حسین انجام داد. راوی‌ها اینطور گفتن: و والله ما رأیت مکسورا قط، هیچ شکسته ای را مثل حسین ندیدم. کشتی شکست خورده طوفان کربلا. قد قتل ولده، کسی که فرزندانش شهید شدن. علی اکبرش شهید شده، علی اصغرش رو دستش بربر شده، ذبح شده. و اهل بیته، قاسمش شهید شده، پسران خواهرش شهید شدن، برادرانش شهید شدن، اصحاب و یارانش شهید شدن. و اصحابه اربط جعشا منه، که از حسین محکمتر باشه. میگه ندیدم کسی را. مگه میشه دید؟ مگه میشه کسی را دید از حسین محکمتر؟ تو این شرایط، تو این وضعیت. و ان الرجال لتشد علیه فیشد علیها، مردان به او حمله می کردند و او به لشکر مردان حمله می کرد. به سیفهی، با شمشیر. فتنکشف عنه انکشاف المعزاء اذا شد فیها الذئب، وقتی حسین به دل لشکر می زد مثل گله‌ای که گرگ به اون زده باشه می رمیدند، فرار می کردند. و لقد کان یحمل فیهم و قد تکاملوا 30,000. اون وقتی که حسین به سمت اونها حمله می کرد عدد لشکر به 30,000 رسیده بود. معلومه تا آخرین ساعتها به این لشکر دارن اضافه میشن، تا آخرین ساعتها دارن میان. نکنه از این تقرب به یزید عقب بمونند. فینهزمون بین یدیه کانهم الجراد المنتشر، مثل ملخها که پراکنده میشن. وقتی حسین حمله میکرد پراکنده میشدند. اما چطور میجنگه؟ ثم یرجع الی مرکزه. حسین یک نقطه در میدان برای خود معلوم کرده، نزدیک خیمه ها. هم باید مراقب خیمه ها باشه، هم باید حواسش به جنگ باشه، هم آتش بر او غلبه کرده. اما با حساب میجنگه، با کتاب میجنگه، رو اصول میجنگه. میره به میدان به سمت میمنه، برمیگرده به مرکز. میره به قلب لشکر میزنه، برمیگرده به مرکز. میره به میسره حمله میکنه، برمیگرده به مرکز. و هر بار که برمیگرده میگه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. جز خدا قدرتی نیست، فقط تکیم به خدای علی عظیمه. و لم یزل یقاتلهم، پیوسته با اونا جنگید. حتی حالو بینه و بین رحلی. یه وقت حسین دید رفته به میمنه لشکر،
آمدن بین حسین و بین خیمه ها فاصله شدن، حسین را محاصره کردند. فصاح، فریاد زد ویلکم یا شیعت آل ابی سفیان، ای شیعیان آل ابو سفیان، وای بر شما. ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم هذه. دین ندارید مرد باشید. دینی اگر نداری و بیباکی از حساب، پس لااقل به خاطر خود راد مرد باش، مرد باشید. ورجعوا الی احسابکم ان کنتم عربا کما تزعمون. شما میگید ما عربیم، پس حسب و نسبتون چه شد؟ به حسب و نسبتون برگردید. میگن اینجا شمر فریاد کشید ما تقول یا ابن فاطمه، چی میگی پسر فاطمه؟ فقال انی اقول اقاتلکم و تقاتلوننی، من دارم با تون می جنگم، شما دارید با من می جنگید. و نساء لیس علیهن جناح، زنها که گناهی ندارند. فامنعوا عتاتکم و جهالکم و طغاتکم من التعرض لحرمی ما دمت حیا. هنوز من زندم، این جهال را، این متجاوزان را، این سرکشان را از تعرض به حرمم باز بدارید. فقال شمر لعنت الله علیه لکذالک یا ابن فاطمه. اشکال نداره، برمیگردیم. لشکر رو برگردوندند. فقصدوه بالحرب، همه حسین را دوره کردند. حسین دست بر نمیداره. فجعل یحمل علیهم و یحملون علیه. حسین حمله میکنه، اونها حمله میکنن. و هو فی ذالک، به جایی رسید حجت خدا حجت تمام میکنه. یطلب شربتا من ماء، جرعه آبی به من بدید، جرعه آبی بدید. فلا یجد حتی اصابه 72 جراحه. حسین به آبی نرسید تا وقتی که 72 ضربه بر حسین وارد شد. فوقف یستریح ساعتا، ایستاد، هنوز سوار بر اسب حسین، ایستاد لحظه ای استراحت کنه. و قد ضعف عن القتال، دیگه طاقت قتال نداشت. فبینا هو واقف اذ اتاه حجر فوقع علی جبهته. حسین ایستاده بود، سنگی به سمت حسین زدند، بر پیشانی او واقع شد. فاخذ الثوب، لباس را آورد بالا، یمسح الدم عن جبهته، خواست این خون را از پیشانی پاک کنه. فاتاه سهم مسموم له 3 شعب، تیر 3 شعبه بر قلب حسین. فقال بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، ثم رفع رأسه الی السماء. حسین سر به آسمان بلند کرد. الهی، خدایا، انت تعلم انهم یقتلون رجلا لیس علی وجه الارض ابن بنت نبی غیره. خدایا دارن پسر پیغمبرت را میکشن. خدایا تو میدانی مردی را میکشند که جز او پسر پیغمبری روی زمین نیست. نزل جناح دگر تا به استقامت داشت، نزل جناح دگر تا به استقامت داشت. نشاه تشنه لبان بر جدال طاقت داشت. حواس جور مخالف چو قیرگون گردید. عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. بلند مرتبه شاهی
بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. حسین 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 به خدا اگر قلوب طاقت داشت، به خدا اگر قلوب طاقت داشت، اگر قلوب را طاقتی بود مقتل رو کامل می کردم. هنوز وداع حسین بعد از این هاست. هنوز حسین بعد از اینها برمیگرده به سمت خیمه ها. برمیگرده حسین لباسش رو عوض میکنه، لباس پاره پاره به تن میکنه. حسین میگن حسین چرا لباست رو پاره پاره میکنی آقا؟ میگه من اون شهیدی هستم که به لباسم رحم نخواهد شد. هر زخمی که بر حسین وارد شد، هر تیری که بر حسین، بر وجود حسین نشست، دستانش رو از خون پر کرد، سر و صورت رو خضاب کرد. میگفت میخوام اینجوری با خدا ملاقات کنم، میخوام بگم خدا من پسر پیغمبرتم، حق مرا غصب کردند، جرعه آبی به من ندادند، سر رویم از خون خضاب، به لقاء تو بیام. هنوز جنگ اینجا تمام نشده، هنوز جریان عبدالله رو نگفتم، پس بقیه مقتل رو کی بخوانیم؟ کم فرصتند، کم فرصتند، کم فرصتند، کم فرصتند مردم دنیا پرست دون. کم فرصتند مردم دنیا پرست دون. پر میکنند، پر میکنند بسمل در خون تپیده را. Sen düşüptü maktala, gelen vurur, giden vurur. Sallallahu aleyhi ya Aba Abdullah ve ala arvahilleti حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. همه با هم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. کشتی شکست خورده طوفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا.
از آب هم از آب هم مضایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. بودند دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. زان تشنگان هنوز به عیوق میرسد فریاد العطش ز بیابان کربلا. حسین آرام جانم، حسین روح و روانم، حسین آرام جانم، حسین روح و روانم. از روردا بدنم زیر زمه از بارم، از روردا بدنش زیر زمه از بارم. مکنه ای صبح طلوع، مکنه ای صبح طلوع، مکنه ای صبح طلوع. پروردگارا، خدایا، خدایا به خود خدا سوگند، به خود خدا سوگند که اگر نبود پرده ای که خدا بر قلب مؤمنین، بر قلب محبین، بر قلب شیعیان می افکند، اگر نبود حجابی که خدا بین ما و بین عمق این مصیبت ایجاد کرده، خدا مانع میشه از این که ما به معنای حقیقی کلمه این مصیبت رو درک کنیم، و الا جان در بدن کسی نمیموند، و الا کسی در برابر این مصیبت تاب و توان نداشت. مصیبتی است که بر آسمان ها گران است، مصیبتی است که بر زمین گران است، چه رسد بر قلب کوچک و نازک ما. لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبة بك علینا و علی جمیع اهل السماوات، فلعن الله امة قتلتك، لعن الله امة ظلمتك، ولعن الله امة تنقبت لقتالك، لعن الله امة سمعت بذلك فرضیت به. خدایا پروردگارا، قسم به آبروی محمد و آل محمد، قسم به آبروی قرآن کریم، در ظهور امام ما تعجیل بفرما. خدایا پروردگارا، ما را از بهترین یاران امام زمان قرار بده. خدایا قلب داغدار امام زمان را با تعجیل در فرجش آرام کن. خدایا پروردگارا، دشمنان اسلام از صدر تاریخ بشریت تا کنون همه را مشمول لعنت خودت قرار بده. خدایا دشمنان اسلام در رأسشون آمریکا، اسرائیل، آل سعود خبیث ذلیل و سرکوب بفرما. خدایا دوستان اسلام بالاخص جبهه مقاومت پیروز بفرما. امام عزیز ما، شهدای ما، شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدای دفاع از حرم، به ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی و سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام
و اصحاب و یاران با وفای اون حضرت محشور بفرما. خدایا پروردگارا رهبر عظیم الشأنمون مؤید و ملهم و محفوظ و منصور بدار. خدایا پرچم انقلاب از دست ولی امر ما به دستان مبارک امام زمان ما برسان. خدایا ما را در یاری ولی امرمون، در یاری امام زمانمون ثابت قدم بفرما. خدایا آخر امر ما را شهادت در راه خودت قرار بده. خدایا آخر امر ما را شهادت در راه خودت قرار بده. خدایا در لحظه شهادت ما را به زیارت چهره حسین علیه السلام موفق بفرما. خدایا سرمون رو در آخرین دم بر قدم حسین فرود بیاریم. پروردگارا به آبروی محمد و آل محمد گناهان ما ببخش و بیامرز. غفلت‌های ما، کوتاهی‌های ما، لغزش‌های ما بر ما ببخش و بیامرز. خدایا توفیق جبران مافات به ما عطا بفرما. توفیق طاعت و بندگی و تقوا به ما عطا بفرما. خدایا توفیق درک حقیقت قرآن و ولایت و تبعیت از قرآن و ولایت به ما عطا بفرما. خدایا آنی و کمتر از آنی ما را، اهل ما را، نسل ما را، دوستان ما را، همسایگان ما را، مردم کشور ما را، امت مسلمان را، مردم جهان را از پرتو قرآن و اهل بیت دور مپسند. خدایا به آبروی محمد و آل محمد آفات و بلیات از مؤمنین و مؤمنات دور بفرما. فتنه های آخر الزمان خدایا ما را در مقابلش مقاوم بفرما. خدایا قلوب ما در برابر شبهات مستحکم بفرما. قدم ما در راه خودت ثابت بفرما. قلب ما محکم بفرما. خدایا به آبروی محمد و آل محمد توفیق زندگی حسینی، شهادت حسینی و حشر با حسین علیه السلام به همه ما عطا بفرما. خدایا ما را شاکر نعمت محبت اهل بیت قرار بده. ما را شاکر نعمت ولایت قرار بده. ما را شاکر نعمت قرآن قرار بده. خدایا ما را با قرآن و اهل بیت آشناتر کن. خدایا پروردگارا به آبروی محمد و آل محمد هر آنچه برای بهترین بندگانت در این لحظات رقم میزنی برای ما هم رقم بزن. هر آنچه بهترین بندگانت رو از اون دور میداری ما رو هم از اون دور بدار. جهت تعجیل در فرج پرشکوه امام زمان علیه السلام، شادی قلب نازنینک، سلامتی وجود مقدسش، اجماعاً صلوات.